ورزشگر سلامتی و سلامتی ملت شرط مهمترین بقای امروز و فردای دولت می باشد. مشغول شدن به ورزش انسان را همیشه سالم و بردم و روحاً قوی می گرداند. بنابراین با دستور مقامات پروکراتورای ناحیه تحت عنوان نسبت اکستریمیسم و تروریسم در دهات گلستان ناحیه واسع مسابقه ورزشی اوید به فوتبال خرد دایر کرده شد. در مراسم رسما گشوده شوی این چهاربینی ورزشی با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه، راهبران مقامات‌های حفظ حقوق، اشتراکچیان مسابقه و ده‌ها مخلصان بازی فوتبال، رئیس ناحیه واسع برآمد نموده قید نمودند که فوتبال با شرافت اعلان گردیدن روز جهانی فوتبال امروز آن یکی از بازی‌های دوست داشتنی نوسان جوانان گردیده است. خوشبختانه در ناحیه واسع دو دسته فوتبال بازان در لیگ اولی چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتبال بازی کرده ایستاده هر یک بازی‌های آن را صدها مخلصان با ذوق بلند تماشا دارند. باعث افتخار ساکنان ناحیه است که روز 26 ایول دسته دخترانه فوتبال ناحیه در مسابقه فوتبال به نزد شما می‌آید. مسابقه جمهوری شرکت ورزیده جای اول را اشغال نمودند. امروز شاهد آن هستیم که در جامعه دهات گلستان ناحیه واسع مسابقه ورزشی اوید به فوتبال خرد میان جوانان تمام دهه‌های جماعت تحت عنوان نسبت اکستریمیسم و تروریسم برگزار گردیده ایستاده است و امروز ما شاهدی گشوده شوی این مسابقه گشتیم و برگزاری چنان مسابقه ها بهر تامین طرز حیاتی سالم، مستحکم کردن دوستی جوانان بین همدیگر و بلند برداشتن حس وطن دوستی و خویشتن شناسی و به این وسیله تربیت نمودن جوانان در روحیه وطن دوستی و احترام گذاشتن به مقدسات ملی برگزار کرده می شود که این مسابقه انجام کار نیست و در دیگر جماعت های دهات نیز بهر بلند برداشتن حس وطن دوستی و خویشتن شناسی، تامین طرز حیاتی سالم و عمومیت ورزش از آن جمله رشد ورزش فوتبال مسابقه های ورزشی منتظم برگزار کرده می شود و تنها به خاطر بلند برداشتن حس وطن دوستی، تنها به خاطر بیدار نمودن حس جوانان در روحیه خویشتن شناسی است. در آغاز مسابقه فوتبال دهاتی نخستین شده دسته های فوتبال بازان دخترانه شهرک اولبرگ با دسته فوتبال بازان دخترانه دهه مهرآباد بازی کردند. در این مسابقه برای دسته فوتبال ناحیه بهترین فوتبال بازان از دهات ها انتخاب کرده می شوند. در جنبست مسابقه بهترین دسته ها دو جای اول و دو جای دوم و سوم از جانب جماعت دهات گلستان و بخش کار با جوانان و ورزش با جام مسابقه و تحفه های مالی قدر کرده می شوند. طبق اطلاع دستگاه رئیس ناحیه واسع همین گونه چهاربینی ها در دیگر دهات‌های ناحیه گذرانیده می شوند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.